مشکل در حد دولت‌ها نیست، چون اگر در حد دولت‌ها بود این دولت‌های رنگارنگ با یکیش موفق می‌شد دیگه. ولی الان جالبه تمام رؤسای دولت‌هایی که ما داشتیم غیر از آقای خامنه‌ای الان همشون ممنوع تصویرن. یعنی ببینید تو جمهوری اسلامی به چه جایی رسیدیم، شخص اول اجرای مملکت بعد از اینکه دورش تمام میشه ممنوع تصویر میشه. خیلی معنا داره اینها. چشم اونو باز کنید، چیزای پنهانی نیستن. وقتی شما میبینید که تمام دولت‌ها از هر قماشی سر کار اومدن ولی نتیجه نگرفتن، این معناش اینه که مشکل در حد دولت‌ها نیست. سیاست‌های راهبردی نظام ایراد داره که هر کسی رو که آوردیم شکست خورده. تا کی می‌خوایم فکر کنیم که بابام این دولت بد عمل کرده، اون یکی آدم بد عمل، اون وزیره؟ دیدید برای بچه‌های حزب الله چجوری تحلیل می‌کنن؟ به زمین و زمان انتقاد می‌کنن، بعضن تا ادبیات تندی رو به کار می‌برن، همه رو محکوم می‌کنن به ناکارآمدی و فساد و چه و چه. و فکر می‌کنن اگر این مثلا اون حلقه درست بشه مشکل حل میشه. دارید می‌بینید بابام نمیشه. آقای رئیسی مگه نماینده شما نبود؟ تونست کاری بکنه؟ آقا احمدی نژاد دیگه سوپر حزب اللهی مگه نبود؟ تعبیرات که آقای خامنه‌ای در مورد احمدی نژاد داره در مورد هیچ رئیس جمهور نداشته. آخرش چی شد؟ به بنبست نرسید. این نشون میده که سیستم شما جوریه که آدم‌ها رو از هر قماشی باشن به بنبست میکشونه. یقه دولت‌ها رو رها کنید. مشکل در سیاست‌های راهبردی کشوره. گره کور نظام دست رئیس جمهور نیست، دست رهبریه که مسیر داره غلط میره. اگر با این دست فرمانی که تا حالا اومدیم بریم سقوط خطیه. من ناراحتم از گفتن این حرف. این سقوط نظام و به تبع آینده کشور چی میشه خدا